خیرمانی سیاست پادکستی رادیوی آزادی. روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرم‌اف هستم. طبق ارزیابی کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست می‌کرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر می‌گذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه‌های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه می‌تواند بر حکومت‌های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6% رشد خواهد کرد. این رقم 1.4% بیشتر از پیش‌بینی‌های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک‌های مالی جوابگوی درخواست‌های مصرف کنندگان و خزینه‌های نظامی بودند و بخش انرژی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، چشمانداز توسعه میان مدت روسیه به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه‌های انسانی و فناوری ناروشن میماند. با وجود این، مسکو میخواهد خزینه‌های دفاعی خود را در سال 2024 از 6.4 تریلیون به 10.8 تریلیون روبل افزایش دهد. با نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، دولت روسیه انتظار است درآمدهای بودجه به بیش از 35 تریلیون روبل میرسد، یعنی 22% بیشتر از سال 2023. کسر بودجه در سال 2024 بر اساس این سند 0.9% مجموع محصولات داخلی این کشور خواهد بود. با توجه به افزایش تحریم‌ها در دایره کارشناسی آسیای مرکزی، در 1.5 سال اخیر صحبت از نزدیک شدن روسیه به یک بحران اقتصادی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه، خصوصا نظام‌های خودکامه وابسته مسکو بوده است. پس از گذشتن 1.5 سال وضعیت همچنان متفاوت به نظر می‌رسد. همه کشورهای منطقه از آغاز جنگ با اوکراین موقع بی‌طرفی را اعلام کردند، از جمله در مورد تصویب قطعنامه‌های علیه روسیه در سازمان ملل. هیچ کشوری به طور رسمی موقع خود را در مورد جلب شهروندانش برای اشتراک در جنگ اوکراین در برابر مسکو ابراز نکرده است. هرچند در سطح وزارت کارهای خارجی در همه کشورهای منطقه به شهروندان خود هشدار دادند که اشتراک در این جنگ بیگانه پیامد جنایی دارد. دادوگریف بین روسیه و کشورهای منطقه در پایان سال 2022 نظر به سال پیش از آن 15% افزایش یافت و به زیاده از 42 میلیارد دلار رسید. افزایش مبادلات تجاری را به دور زدن تحریم‌ها ضد روسیه از طریق کشورهای منطقه نیز ربط می‌دهند. 3 شرکت از آسیای مرکزی، 2 شرکت قزاقستانی و 1 شرکت ازبکستانی با پیشنویس آخرین بسته تحریم‌های اتحاد اروپا علیه شرکت‌هایی که به روسیه در جنگ اوکراین کمک می‌کنند اضافه شد. امیل جورایف، پروفسور دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، میگوید از نظر نظام اقتدارگرایانه آسیای مرکزی، نظام سیاسی در روسیه در غالب برآمدن بر مشکلات اقتصادی مؤثر است. Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках. هیچ نظام سیاسی حاکم در هیچ کشوری برای از دست دادن قدرت آماده نیست. آنها هر کاری که میتوانند برای افزایش قدرت خود انجام میدهند. آنچه روسیه نشان میدهد بسیار قابل قبول است و این فرضیه را تصدیق میکند که این نظام ها مانند هم هستند، در کنار همدیگر هستند و به حکومت ادامه میدهند، زیرا نوع نظام آنها در شرایط بحرانی کارآمد است. Править, потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации. تیمور عمروف، پژوهشگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در برلین نیز نظری به این مانند دارد و گفته وی گروه‌های حاکم منطقه اقتدارگرایی روسیه را پایدار می‌دانند و ابزارهای لازم را برای رسیدن به نتیجه مشابه نمونه می‌گیرند. В первую очередь, это все
پیش از همه این همه تلاش‌ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده می‌کنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی‌های عملی روسیه را می‌گیرند و تطبیق می‌کنند. مثلا در قرقیزستان قانون درباره آگنت‌های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان‌ها، آنها از همدیگر می‌آموزند و در این زمینه منفعتی مشترک دارند. با وجود این کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. یکی از این کشورها برای به رسمیت شناختن دونецьк، لوگانسک و قسمت‌های دیگر اشغالی اوکراین حاضر نشد. قاسمجомарт توقаев رئیس جمهور قزاقستان برای شنی اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیев شارح مستقل اقتصادی حدس میزند که با توجه به وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کوشید در گرماگرمی کشورهای آسیای مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح میدهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالبتر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا انیقترش سطح استقلالیتشان برعکس میگوید شیرعلیев. او باور دارد در صورت شکست در سمت غرب روس‌ها خواهند کوشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم میکنند. در راه هستید مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.